مخصوصا به قول اون دوستمون در کلاس‌های ادبی ما بقیه که بی‌ادبی نباشیم ادبیه اینه که خیلی خوش اومدین. همینطور سلام خوش آمد آقای دکتر گرش آرامش عزیز که دعوت رو پذیرفتن و لطف کردن، قبول زحمت کردن و امروز به ما پیوستن. دوستانی که میدونم بیشتر دوستان آقای دکتر رو میشناسن و میدونن چه کلاسایی ما با هم داشتیم. الان یکی دو نفر از شما پرسیدین و اطلاع نداشتین. ما تا حالا کلاسای مختلفی که داشتیم، یکی تسلی بخشی های حافظ بوده که با آقای دکتر داشتیم، یکی بررسی تطبیقی کتاب نظریه خوشبختی رو با ایشون داشتیم، یک سری راجع به خیام بوده، رندی از نیشابور که زندگی اشعار عمر خیام رو به صورت بررسی تطبیقی داشتن با سهراب سپهری و در واقع عطار. نگران نباشید شاید در آیندهم دوباره اینا رو گذاشته بشن، خیلی با افسوس دارم میگم. بعد دیگه